اینجا در رسول صلی الله علیه و سلم دو امارات شد. این امارات های چه ذکر کرد؟ علامت های صغرا. یکمش ان تلد الامه ربتها، یعنی میبینی که چه امه کنیز ربتها، و فی روایت بخاری چه ربها، ها یعنی امه کنیز چیه؟ صاحبشه، خوجینش صاحبشه، ها یعنی صاحبشه چی میکنه؟ تولد میکنه. چخیر این چیزه؟ اهل حدیث یعنی اهل علم یک چند وجه ذکر کردن در جواب همین حدیث. بعضی گفتن که چی به دلالت میکنه؟ این از کثرت فتوحات به دلالت میکنه. کثرت فتوحات به، یعنی پیش از آخر زمان چه فتوحات گفته چی میگه؟ یعنی جهاد، غلبه. مسلمان ها سخت بسیار غلبه میکنن. غلبه که کردن مسلمان ها، چی مردهاش اسیر میگیرند و زنهاش چی میشد؟ کنیز میشد. بعد از که عدش یک حیض کت عدش که میگذرد، و چی میشه سونه؟ اگر مثلا حتی مثلا چی باشد که محسنه باشد، و چی میشه سونه؟ چوری کنیز میشد. و یا یعنی بعد از که مثلا چی میشد؟ یعنی فرزنددار که میشد و خودش کنیز. فرزنددار که شد، فرزندش چی میشد؟ حر میشد، آزاد. لیکن خودش چی؟ کنیز میموند تا شوهرش مردنه. شوهرش مرد، فرزندش وی آزاد میکند. فهمدید یا نفهمدید؟ اگر صاحبش فرزند صاحبش میشد، فرزند صاحبش میشد که طبعا گفتیم که ما وقتی که نه یعنی برای وی نمیتود وی گرفته. وای مثلا وقتی که زن گرفت، وای زن مثلا چی وای جما کرده نمیتود تا که چی استبرای رحم نشود. حتی مثلا همین قیل همین غزوه بنی مصطلق اند، یکی از صحابه ها، یکی از آدم ها وقتی که یعنی همین وقتی که کنیزه وقتی که میگرد هم به دخول میشد، رسول صلی الله علیه و سلم میگه که لودیت ان العنه لعنه تلحقه فی قبره، ابدی قبر لعنتم تو قبرش میدرود. یعنی گفت که ایضع ماءه علی ماء غیره. فهمدید معنی حدیثه؟ حرام این چیز. باید که چی استبرای رحم شود. یعنی باید که چی استبرا به چی میشد؟ یعنی به یک حیضه میشد. یعنی بیان میشد که بعد حیضه وای حامل یا حامله. اگر که حامل باشد خلاص تو تولد چه میشه؟ فرزند چی؟ بعد از که چی شد دیده شد که بعد حیض وای حامل نه، ها معنیش تو چی میکند؟ و با وای دخول میشد، جما میشد، فرزندی که شد اکی میشد از صاحب از این مسلمان میشد. سونی این فرزندی که میشد مسلمان میشد. فهمید؟ فرزند خودش چی میشد؟ یعنی آزاد، لیکن مادرش چی؟ کنیز. ها فهمید؟ یعنی چی شد؟ یعنی این زن کی تولد کرد؟ صاحبش تولد کرد. فهمیدید یا نفهمیدید؟ چه خیل؟ حیض استبرا چند میکنه؟ همین حیض تو گذشته تماشا میشه. یعنی چند روز بشه؟ 6 روز، 7 روز، 10 روز، 15 روز. الان معناش دوی معناش همین خیلی که یکی از نشانه های روز قیامت چی میشد؟ یعنی کثرت، یعنی اشاره الی کثرت العقوق، عقوق الامهات. عقوق الامهات یعنی فرزندها مادراشون به چی؟ عقوق معنای عاقم ندمه، نافرمانی، اسیان کردن، همین خیلی کردن. یعنی باید که فرزند مادرش با مادر باید معامله کند، همین خیلی نه. لیکن همین خیلی میشد که گویا که باید معامله کرده بین دادن میگوید که این فرزند مادر یا که صاحب غلام کنیز. حتی روایت ترمذی در ترمذی اومده که حدیث اسنادش متکلم فيه، از نشانه روز قیامت چی میشد؟ یعنی رجل یرضی زوجته و یعوق بامه، زن راضی میکنه گفتم مادرش به چی میشد؟ یعنی لیتوانی حالش بساز که خیلی مادر میابه لیکن زن اکجا میابه. باید که عکس شود، یعنی عکس شود. لیکن یعنی چی به دلالت میکرد؟ یعنی باید که یعنی زن میابه لیکن مادر دست نده. هم خیلی یعنی معناش چی شد؟ شاهد هر دوشان باشد چی شد؟ یعنی پیش از چی میشد؟ امور چی به انتقاص به کارو همش کجا میبرود؟ عکس به میبرود، عکس به جایی که مثلا رفتم چی میبرد؟ عکس به. دویمش و انترا، دویم نشانه گفتگیش حفات پولوچ ها، یعنی
یعنی همین پوشیدن به چی؟ پول ندارد. عرات، سر لباس ندارد. العاله، عاله یعنی کمبغل ها، رعاش چوپان ها، گوسفندچران، کوینده گوسفندچران میگشت. یتطاولون بالبنیان، امروز میبینید که چی وای؟ امارات خوب مسابقه کن، یعنی یتسابقون فی البنیان. اینش 4 آشیانه کند، اینش میبیاد 5 اتاج میپوشد. یعنی مسابقه امارات سازی به یعنی. همین خیلی امارات میسازد که فکر میکرد که اینا یعنی مثل اسبابون کارسوس. نمی مردگی باید مثلا همین خیلی مثلا چیز نکرد. یعنی این طبعا چی بدرال نکرد، نه این چیز بدنش بر. همین چی میشتاست، یعنی دیدید هر دو همین چیزی که یعنی علامت ها بسیار، لیکن حقیقی مثلا بینید بیت القصیده همین علامت ها هر دوش هر دو بمیگردند. یعنی المهم امور انتقاصش به دلالت میکرد که رو پیش از روز قیامت کارها همش چی بمیبرد، عکس بمیبرد، عکس بمیبرد. همین به مثلا چی گفته علیه الصلاه وقتی که اومده گفت که صحابه متى الساعه گفت که رسول صلی الله علیه و سلم چی گفت که اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، فانتظر الساعه گفت. چون دیگه روایتان چی میگه اذا اسند الامر الى غیر اهلها فانتظر الساعه. یعنی اینا همین، یعنی اگر امر یک کار غیر صاحب شو مونده شود انتظار ساعت شب. یعنی تو دیروز مثلا یعنی سرتراشی که میکرد، سرتراش میکرد، امروز سرتراشی کی شد؟ کی شد؟ چوپان. و چی میکنه؟ تو دیروز علم حدیث قرآن که میگفت، علم هایی که مثلا سالهای دراز ابن مانده چی 20 سالگیشان طالبین به برما 65 سالگیشان گشته اومد. 65 وقت سون زنگ گرفت، به علم مشغول. 65 سالش شده سون زنگ گرفت ابن مانده رحمت الله علیه. 45 سال علمش داد، یعنی چی طلب دوام داد. بخاری یکم سفرش 18 سال دوام داد. دویمش 14 سال دوام داد. الان میخواد ابو حاتم 47 سال عمرش طلب علم مانده گذشت. الان امروز چی شد؟ حیاتش دندون دکتر بود. میبیند که کلینت نیست، میگه جمع کن، میگه این کلینیک کتی بیزنس نشد. کتاب تیم ما کتاب تیم تفسیر تیم قرآن تفسیر میکنم بدون. سبحان الله، تو آدمای دندونش کشتی یکم با علم کشی. خونه ساز بود، انجینیر بود، کار نشد، نتونست امارات ساخته، چیکار کرد؟ یعنی صحیح بخاری تیم هم به درس میتیم صحیح بخاری. سبحان الله. همین خیلی شد یا نشد؟ یعنی همین خیلی شد یعنی علمین. یعنی چی شد؟ همین بیانه چینده روایت ابن ماجه از حدیث ابن عمر اومده در رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که همین ازچیا میگوید که روزی قیامت چی میشه؟ میگوید یعنی ان میگوید که یعنی ان یخون الصادق و یصدق الخائن، يعني يخون الأمين ويؤتمن الخائن ويكذب الصادق ويصدق الكاذب وفيها رويبضة. يعني روز قیامت همین خیل میشد. امین خیانتکار میشد، خیانتکار امین میشد. امانت یعنی همین خیل میشد. اما یعنی خود همین چی داره؟ علماهایی که هستن حیاتشون علم قرآن سنت نگشت و یا چی میگوید همه یعنی علما ها یعنی دولت بفروخته شده کذا و کذا و کذا. طيب علم ها که هایان کی همونایی که درباره جهاد کم میدن. طيب همین علمی که درباره جهاد کم میدن کی وای چند سال طلب علم کرده چی کرده؟ نه وای چی علم کرده حیاتش. یعنی همین آدرین ابو بکر بغدادی میگن که این یعنی رئیس عصابه باند این چی میگن وای یعنی عصابه دواعی شایکو هم بعثی بدگی منين من بعثي حياتش بعثي حزبي كومونيست بدگی كومونيست بدگی یعنی کتابای لین نمیخوندگی، مارکس نمیخوندگی، روز مدت کوم میگفت که من خلیفه شما. کی خلیفه شده؟ دید که یعنی سردارشون هیکلش گرفته پاتفتن یعنی همین روایبیضه. یعنی چی؟ روایبیضه صحابه گفتن که روایبیضه کی؟ گفتن در رسول صلی الله علیه و سلم که رجل تافه، التافه يتكلم في امور العامه. التافه یعنی یک آدمی تافه، یعنی بی عقل، بی فهم، بی علم، چی امور عامه به گپ میزند. یعنی یادت نمیاد شما ده بدم جبه
میگه که من به میگفت الف با تعلیم تید من شما با احکام جهاد تعلیم میدم والله لازم من خیلی شام دیدیم یعنی اومده بودم مسجد نبوی میگشت یعنی دیدیم بچه‌ش مؤمنه اگر میشینیم باور نمیکردیم یعنی خودش من میگفتم اعوذ بالله تو الف با ندونی چه خیلی احکام جهاد اکادمی اگه جو تعلیم گرفتی تو الف با هم عربی یعنی الف با تا ث جیم است که الف حرف نمیشه حرف این قرآن یعنی قرآن نه برای قرآن خوندن باید که الف با خونده یا نه یعنی الف با تا ث جیم ح خ دال ذال